پس شاه نعمت الله ولی میگه چی؟ میگه نایب مهدی آشکار شود، بلکه من آشکار میبینم. پس نزدیک پایان جهان که میشه چند اتفاق میفته. یک، باید ببینیم سوفیسم بچه کجاست. تاریخ پایان جهان به تاریخ سوفیسمه. پس سوفیسم آخرین سوفیسم که اسمش مهدیه، هادی تویی، مولوی میگه دیگه، مهدی و هادی تویی، یونس تویی، یوسف تویی، موسی تویی، عیسی تویی، یونس تویی. قشنگ توضیح میده، میگه این سوفیسم همونه. بعد مردم جهان میگن که آخه این قیافه میخوره سوفیسم باشه. بعد دوباره توی قرآن خود همین احمقان